با درود خدمت یکایک دوستان عزیز. در این جلسه میخوایم به کتاب نگاهی به شاه تألیف جناب آقای عباس میلانی بپردازیم. جناب عباس میلانی تاریخ نگاری برجسته هستن، بنده ارادت دارم خدمتشون و سالها در این زمینه تحقیقات بسیاری کردن. بسیاری دوستان نظر منو در مورد این کتاب، نقد و بررسی این کتاب خواسته بودن. اگر ما بخوایم این کتاب رو مورد موشکافی قرار بدیم، دو پدیده کامل به چشم میخوره. یکی از اینها سبک تاریخ نگاری هست. ببینید، تاریخ نگاری به دو صورت انجام میپذیره. یکیش، تاریخ نگار میاد بر اساس مدارک و شواهد موجود با توجه به اون مستنداتی که موجود هست، تاریخ رو بر اساس اون روایت میکنه. کاری دیگه به اتفاقات افتاده نداره، یا به عبارت دیگه اتفاقات رو بر اساس اون اسناد موجود تجزیه تحلیل میکنه. تاریخ نگاری سبک دوم اسناد و مدارک رو در اختیارش قرار میدن، میاد تاریخ رو نگاه میکنه، وقایع پیش آمده رو نگاه میکنه و یک ارتباط منطقی بین این دوتا برقرار میکنه و اونو بر اساس اون تجزیه تحلیل میکنه. من بین این دوتا گزینه یه مثال بزنم که متوجه بشین بهتر که مد نظر من به چه صورت هستش و چه شکلی دارم صحبت میکنم. فرض کنید یه فردی نابیناست، نابینای مادرزاد هست، هیچ وقت در زندگیش گواهینامه نگرفته، هیچ وقت رانندگی نکرده. سالها بعد مدارک و اسنادی پیدا میشه که نشون میده که ایشون قهرمان مسابقات رالی بودن. چند نفر خاطراتی ازشون بیرون میاد که نشون میده که بله ایشون قهرمان رالی بودن، مسابقات ماشین سواری بودن. تاریخ نگار گروه اول میاد تاریخ رو بر اساس این روایت میکنه. جاهایی هم که با هم با اون اتفاق افتاده سنخیت نداره، سعی میکنه حالا اینا رو به نوعی به زور به هم متصلش بکنه یا تجزیه تحلیلش رو بر اساس اون اسناد موجود انجام بده. تاریخ نگار گروه دوم میاد نگاه میکنه اسناد و مدارک رو و اون اتفاقی که افتاده کنار هم قرار میده و تجزیه تحلیل میکنه که این اتفاق حتی اگر اسنادش موجوده ممکنه دچار شک و شبهه باشه. یا به عبارت دیگه گروه اول هیچ وقت جعل سند رو قبول ندارن. سیاستمداران، سیستم‌های اطلاعاتی، سیستم‌های جاسوسی، تمام اینها رو حقیقت مطلق میدونن و اینها رو و کسانی که خارج از این اسناد صحبت میکنن و متهم میکنن به خیال پردازی، توهم، توطئه و میگن که خب اسناد هست، اسناد به ما دروغ نمیگن. و حتی اگر گروه دوم به اینها بگن ممکنه که اسناد جعل شده باشن و این اسناد صحت تاریخی نداشته باشن، با مخالفت گروه اول مواجه میشن. جناب عباس میلانی در زمره گروه تاریخ نگاران اول هستش. در کتابشون ما بسیاری قسمت‌های مختلف، حالا در موردش ما اصلا ما بخوایم کتاب رو تحلیل بکنیم در یک جلسه قرار نمیگیره، نمیگنجه. ما مجبوریم چندین جلسه در مورد این کتاب صحبت بکنیم. بسیاری از مطالب متناقض هستند، یک قسمت دیگر رو نقض میکنه یا اصلا شواهد تاریخی که موجود هست با اون اسنادی که ایشون بهش استناد کردن با هم همخونی نداره، اتفاقای افتاده همخونی ندارن. یک تناقض‌های آشکاری در بین اینها وجود داره که ایشون فقط با توجه و زحمت زیادی هم کشیدن، اسناد رو مطالعه کردن، اسناد رو خوندن و تاریخ رو بر اساس این اسناد نوشتن، در حالی که وقایع تاریخی ممکنه که خیلیشون برخلاف این اسناد باشه که ما در موردش صحبت میکنیم، در موردش تحلیل میکنیم و این ایرادهای کتاب رو در موردش صحبت میکنیم. و بسیار هم مشتاقم هستم که جناب عباس میلانی اگر چیز هستش این در این زمینه‌ها، در این تناقض‌ها اون تفسیر خودشون رو بیان بکنن، توضیح خودشون رو بیان بکنن و در این زمینه آشکارسازی بکنن. نکته دومی که در این کتاب مشهود هست، جناب عباس میلانی بارها گفتن که این کتاب کاملا به صورت بی‌طرفانه نوشتن. اگرچه خب ایشون سوابق حضور در کنفدراسیون داشتن، مواضع تند ضد سیستم گذشته رو داشتن. خب اون سیاست‌های آشتی ناپذیری مائویست‌ها یا اون احزابی که در اون سیستم‌های کمونیستی تمایلاتی به اون سمت داشتن در این کتاب به چشم میخوره. اگرچه ایشون تاریخ نگار قهاری هستن، خب طبیعتاً یک روانشناس قوی نیستن، اما ما میبینیم که گاهی اوقات برای اینکه بتونن این خانواده رو مورد تحلیل قرار بدن،
عکسی از رضا شاه در کنار مثلا فوزیه، در کنار محمد رضا شاه، در کنار اشرف، در کنار شمس، امثال اینها رو میان جزئیات این صحنه رو با هم بررسی میکنن و اون دیدگاه رضا شاه نسبت به بچه‌هاشو داره اونجا تحلیل میکنه، در حالی که واقعا در اون گذشته‌ای که دوربین عکاسی بسیار محدود بود، عکس‌ها خیلی لحظه‌ای گرفته میشد، مثل الان نیستش که 10 تا 20 تا عکس بگیری ازشون گلچین بکنی. عکس گرفتن برای خودش یک داستانی داشت، یک پیش درآمدهایی داشت، اما از طریق نگاه کردن و آغوش گرفتن فلان این تحلیل کل خانواده اینها، اون اعتماد به نفس ها، اون ناراحتی ها، اون گله شکایت ها رو در دل این عکس میخوام بیرون بکشن که واقعا این شدنی نیست. این تجزیه تحلیل هایی که گاهی اوقات از لحاظ خانوادگی برای اینها شده نمیتونسته درست باشه و بیشتر من فکر میکنم گرایشات اون فکری خود جناب عباس میلانی هست که در این زمینه کتاب تونسته شکل بگیره و اون نمو پیدا بکنه و اون قالبش رو به خودش بگیره و این کتاب رو چیز بکنه. که البته من فکر می‌کنم حالا این قسمت دوم خیلی گزینه مهمی نیست، بالاخره تمام انسان ها طرف مطلق نیستن، هر کسی یه گرایشات سیاسی میتونه داشته باشه، گرایشات فکری داشته باشه که ایشون هم برای ما گرایشات فکریشون حالا محترم هست و اگر عرض میکنم حالا به نظر من خیلی به وضوح در کتاب ما میتونیم اینا رو ببینیم و اون جایی مثلا کلماتی مثل مرغل استفاده میکنن فلان میکنن، این جاهایی که مثلا کلمات مختلفی رو با شخصیت ها بازی میکنن و ما به وضوح میتونیم ببینیم که عرض میکنم خیلی گزینه مهمی نیست. قسمت مهم ما اون قسمت اولیه قضیه است، روش تاریخ نگاری ایشون هست که به نظر من با یک سری مشکلات همراه است. ما بخش به بخش، فصل به فصل کتاب رو جلو میریم، در مورد این مسائل صحبت میکنیم، تناقض ها رو با هم صحبت میکنیم، مورد نقد قرار میدیم و این پله پله این کتاب رو با هم مورد بررسی قرار میدیم تا به سرانجام برسه. تا برنامه بعدی براتون آرزوی موفقیت میکنم. زنده باشید.